آقا سلام. سلام علیکم آقای تاشک. وقت شما بخیر. زنده باش. من یه راننده هستم. چند مدتی کمرم درد میکنه. به گمرک دوگارم بار آورده بودم. هی کمرم میچشیدم. صاحب با گفت موضوع چی؟ گفتم کمردار درد داره، من غافلگیر کرده. آدرس آقای حمید تاشک را به من داد. آمدم احمدآباد سولت. این آقا ماساژ درمانی کرد. الان حالم خوبه. چقدر زمان برد؟ خیلی هم کم، اندازه 10 دقیقه راضی کار هستی؟ من راه انداخت. دست شما درد نکنه. از کجا هستین؟ من بچه خوی استان آذربایجان غربی کریم طاهرلو. الان راضی هستین؟ راضی هستم از سر تا پا. خدا دست شما درد به نکنه. بقیه هم انشالله توصیه داشته باشین. اگه زنده واقعا باش. میخوان، دوست دارم نظر شما رو بگین که دوست دارم بیان، تشریف بیارن. زنده باش آقا دکتر. منم هر سلامت کجا باش. رفتم به اونو قطع کن.